بچه قاسم رئیس داره میاد. و این آغاز یک حادثه است، آغاز یک پایان، یک مرد، یک نام در اوج یک درام نظام. من حسن فرفر هستم، مثل غرغر هستم، مال پایین شهرم، با هفتیر کشا قهرم. و حسن فرفر آمده بود برای قمار سرنوشت. او آمده بود تا بر سرمایه‌های نظام چوب حراج بزند، با چوب بیلیارد بر میزی که دیگرانش میچیدند. کی با کیه؟ ما کیور خطیم. بفرمایید کی با کیه؟ کلون میزنیم. هرچی عشقته. دستی 1000 قبوله. و در میان مردان نظام تنها یک تن بود که دستی 1000 میزد در تجارتی کلان برای بقا. چه خبر شده؟ نمیدونم. دست قشنگه. به افتخار دست قشنگ. مأموریت خوراندن زهر بود. به او که نمیخورد، چرا که از مردن میترسید. بابا من تو مجبوره اینقدر به خودت فشار بیاری؟ بیا بخور. عالیه ها. بیا بخور. جون تو خوبه. ببین نوشونه بخورش. نمیفهمم من تو با خودم قهری. عالیه. بیا جونم. جون تو خوبه. بابا شما نمیفهمین که بخورم میمیرم. نه ترس قربونت برم نمیری. تازه اگه سقطم شدی مهم نی. مگه خودت یه ساعت پیش با کله نرفتی تو رودخونه میخواستی خودتو بکشی؟ با چی میترسی؟ مردی هم که مرد. اگرم مردی نترس اون با من. آره اون با آقا. خوردن یا نخوردن، مردن یا نمردن، مسئله این است. فرید از قشنگ اما سرخوش از توافق مقدماتی در یک دست جام زهر و با دست دیگر پس میراند و ورود یک زن به کابینه، زنی که شیطان بزرگ را تهدید میکند با شرکت افخم. من چشاشو در میارم، من باباشو در میارم، من چشاشو در میارم، من باباشو در میارم. اما این نوسفر از دشواری‌های راه بیخبر است. دلواپسان زیر گذر ولایت توطئه‌ای شوم در سر میپرورانند. شنفتم موهای دماغتو به موهای سیبیلت پیوند دادی و باورت شده که گردن کلفتی. ما گردنمون از مو هم نازکتره آقای شریعت مداری. ببین تحریما کاری به قطر گردن نداره. کلوف باشه یا نازک میپرونه. به نفعت تا دیر نشده جلو پلاسو جمع کنی. دوره لاتبازی و این حرفا گذشته. تل از شکستگی لاتبازی ور نمیداره. نظر تو چیه؟ شیطو نمیگه بزنم خفه. برای ما چاپ برای کنار. گوش بده جوشه، اگه یه روزی توی یه کوچه پس کوچه یکی زد ناکارت کرد، بدون موزه زبون درازی امروزت. نزاعی بر سر بود و نبود، بر سر حق مسلمی که برباد رفت. ولی تو باز پاتو بکشی کنار. اون حق منه. اون حق خودشه، نه حق من، نه حق تو. و این گونه بود که به رغم تلاش‌های خانم اشتون میز مذاکرات واژگون شد. اینجا دعوا مرافع راه نندازیم، واسه کافا بد میشه. اتفاقا ما رو واسه همین کار آوردن. میگی نه تماشا اگه اهل قصه